من رحمن فتح. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو هریره روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند: اگر مردم بدانند که در اذان دادن و نماز خواندن در صف اول چه فضیلتی است، اگر چاره دیگر جز قرعه کشی نیابند بر سر آن قرعه کشی خواهند کرد. و اگر می دانستند که در نماز پیشین چقدر ثواب است، در آمدن آن از یکدیگر سبقت می جستند. و اگر می دانستند که در نماز خفتن و نماز صبح چقدر خیر و برکت است، اگر به طور خزیده هم می بود حتما به آن حاضر می شدند.